درود و سلام برای بینندگان عزیز که در سراسر دنیا هستید. خدا کند که جور و صحتمند باشید. در ادامه روند معرفی زمین ها و خانه ها امروز آمدیم در پل برات. شما میرخم به تصویر میبینید این پل برات است. سه قطعه زمین را برای شما به معرفی میگیریم. این را بریم که قطعه اول را برای شما این را ببینید. بینندگان عزیز، قطعه اول دو جری بسته و در پل وصل می باشد و طرف دریا هم وصل می باشد و طرف جنوبش هم یک سرک کلان دارد و یک مقدار زمین زراعت و یک مقدار دیگه هم خیابان درخت می باشد. دوستای عزیزی، زمین از بازار فاصلش تا پل برادر در موتر 20 دقیقه و در لیسه ذکر و اوناس کیرسنگ 15 دقیقه پیاده است. بینندگان عزیز، این رقم شما دیدید که زمین دو جریب است و هر جریبش 14 لک افغانی قیمت است. البته با اندک جرامت. باز بریم که قطعه دومی از زمین را برای شما دوستا به معرفی بگیریم. بینندگان عزیز، قطعه دوم در حدود دو جریب و یک طرفش در دریا وصل است و طرف جنوبش هم سرک داره. فاصله قطعه اول تا دوم را حدوداً 150 متر فاصله داره. 300 درخت باردار سیب موجوده. یک زمین خیلی هوار قابل زراعت می باشد. بینندگان عزیزی، بود قطعه دوم که شما دیدید. این در حدود 300 درخت سیب داره. کلش در بار آمده. قیمت از این است 14 لک افغانی، البته با اندک جرامت. بریم که قطعه سوم را برای شما به معرفی بگیریم. بینندگان عزیز، قطعه سوم که است 5 جریب است. یک جای خیلی خوب برای کلش درخت است و سالانه در حدود 300 درخت به حساب فروش آماده داره و یک طرفش در دریا وصل است و یک طرف جنوبش هم سرک داره. پیاده از قطعه دوم حدودا 2 دقیقه الی 3 دقیقه و به حساب متر 150 الی 200 متر فاصله داره. بینندگان عزیزی، بود قطعه سوم. من میخوام شما به تصویر میبینید که واقعا خیلی درختای خیلی وافر. این را شما میخوام به تصویر میبینید که درختایش هم کلش کلان شده. در حدود 800 تا 900 تا درخت قابل استفاده است دوستا. یک موقعیت خیلی آرام و دلنشین، یک فضای خیلی مناسب، لب دریا وصل است. واقعا یک جای بسیار زیبا و قشنگ، بسیار یک جای آرام. این اگر بخواهید خانه های رهایشی بسازید، واقعاش بسیار یک فضای مناسب است، بسیار یک وافر داره. این در خدمت شما دوستا قرار داره. اگر شما خواسته باشید قیمت از این هم البته 14 لک افغانی با اندک جرامت این در خدمت شما دوستا قرار داره. دفتر امانت دسترسی شما را به معلومات اساسی تر فراهم می‌سازد. برای دیدن و یا ثبت خانه های بیشتر با شماره های زیل و یا وبسایت امانت دادی با ما به ارتباط شوید. خانه برای ثبت داشته باشین، زمین برای ثبت داشته باشین، دفتر امانت در خدمت شما قرار داره. تشکر دوستا از دیدن شما.